بیا جانم بیا، احتیاط کن. بچیم آیسته. نه بیا بچیم، بیا. اینجا بیشی. آهسته آهسته، نباید زیاد سرش فشار بیاید. اوگار خو نشدی بچیم؟ جایت راحت است بچی یک دانیم؟ بچی مقبول من. مادرت قربانت شود. بیبی خدا را 1000 بار شکر، آلده خانه خود هستی. حمیده بیا که ما از اینجا بریم و یوسف و چیما بانیم که کمی استراحت کنه. حالا جانم. درست است. بیا از او غذای بسیار مزه‌دار آماده کردیم. اشتها داری بچیم؟ میخوایی که برات کم غذا بیارم؟ مادر اگه بیادرم گوش نشد خودش برامو میگه. حالا دیگه باید بریم که بیادرم استراحت کنه. بچیم اگه به کدام چیز ضرورت داشتی مرا صدا کو، درست است یک دانی؟ حمیده حالا دیگه جانم. اوه این قسم راحت بوده نمیتونم. برو دخترم برو. با چیزی ضرورت داری یوسف؟ دماینات نهایی دکتر چیز نگفته بیادر؟ یعنی از بین رفتن یک گردش برش کدام ضرر نداره؟ نه خیر، اما تا وقتی که جای عملیاتش خوب میشه باید کم احتیاط کنه، بعد از اون مشکل نخواد بود. خوب است، خدا را شکر بیادر. بیا دخترم بیا. این آوردم خانم. با خدا سرم بسیار درد میکنه پناه. زنده باشی. بیبی چی میگم؟ احتیاط که او غذا از پیشت نسوزه، اگر نه از پیشم خفه خود شده. در این سلاطه سرکه خو ننداختی اما تو نیست؟ نه خیر خانم. خوب بس حالا دیگه برو. چی شد دخترم؟ نه که یوسف چیز شده؟ نه خیر مادر، او را هیچ چیز نشده. میخواست بخوابه اما نخواستم مزاحمش شوم. خوب است. بیا بیش. یکم با هم گپ بزنیم ها؟ دختر مقبول من، تو یوسف روزای دشوار را سپری میکنین، متوجه است؟ مجادله سخت را به دوش دارین دخترم. من در هفته گذشته متوجه تو بودم. تو تمام مشکلات به تنهایی حل ساخته میتونی. بله تو بسیار صبور هستی. از بچه ایمان بسیار خوب مراقبت میکنی. تو میتونی به بسیار خوبی یوسف درک کنی. از تو بسیار تشکر میکنی. و تشکر نیاز نیست مادر. یوسف شوهرم است.
همین که یوسف به حالت عادیش برگرده این بهترین تحفه برام است. این روزای بعد سپری میشه. باز با هم دیگه لحظات خوشم سپری خود کردیم. من به این باور دارم. بسیار خوب است. باید باور داشته باشی باده جان. با گذشت زمان تمامی غم‌ها از بین میره. یوسف هم تمام اتفاقات بعد گذشته را فراموش میکنه. ما باید کمی صبر داشته باشیم یک دانیم. زندگی سرتان باشه. زنده باشین. زنده باشین. تو باز اینجا آمدی؟ اگه خواهرم من از دروازه بیرون کن از پنجره میایم. وقتی اینجا روز هفته هوای مسمچ تو اونجا بوده میتونم یا نه؟ خواستم که ناره بیارم قبل از اینکه مردم از اینجا برن این ناره برشن تقسیم کنین. یازنامه همراه کی گپ میزنم ها؟ این ساعت تنها خریدی؟ تو در این وقتم در فکر چیز هستی؟ من اینقدر وقت ندارم که درباره چیزا فکر کنم، اما ماشاءالله چشم تو هنوز اشیاء قیمتی را بسیار زود میبینه. ببینم که با این شناسنامه به استانبول رفته میتونم یا نه. شک نداشته باش. من خوابت خوبی کردم جنید بیادر. حال نوبت تو هست. پدرم همیشه میگفت پیش از قدم برداشتن شترت درست بسته کو. اجازه بده رفته کم هوای تازه بگیرم چکر بزنم. اعصاب مرا خراب نساز جنید. میخوای با اسلحه به استانبول بری؟ آرام باش محمد بیادر. ما یک بار ماشی را فشار دادیم نه تو و نه ما میخوایم تکرارش کنم. فهمیدی؟ اگه بخوای مرا فریب بدی جانت از دست میدی. ایگه پادک از کجا شد محمد بیادر؟ ما مدت زیادی با هم شریک بودیم. اگه تو مرا نفروشی باز ما هم تو را نخود فروختم. حالا دیگه میرم. دعا که به خیر برسم. یک دفعه از این مشکل خلاص شو. باز وقت چکر زدن برات نشان خواد دارم. آی آفرین پنار. راستش این غذا بسیار خوشبوی است ها. حتما ناشتا را آماده کردی؟ بله چند دقیقه پیش از داشت کشیدمش خانم. شیرینی هم آماده است پنار؟ او را آماده کردن نتونستم خانم. یعنی چی که نتونستی؟ با هم دیگه آماده میکردیم اما حال تنها موندیم. یعنی چی که تنها موندی دختر؟ سلطانه در کجاست؟ حمیده خواهرزاده او زن فوت کرده. مراسم دو خانیش است اما تو هنوزم در فکر غذا هستی. پس تو میخوایی که چی کنم یول باز خان؟ در این اواخر تمام کارهای خانه همه قسم بی‌نظم پیش میره. من خودم برش اجازه دادیم تا وقتی که کارش خلاص نشه پس نمیه. ناق مزاحمش نشو. درست است. باده جان یک بار پیش یوسف برو ها.
از صبح تا حال بچیم این چیز نخورده. ازش بپرس اینجا میایه یا که غذای شده اتاق ببریم. به خدا با من هیچ حوصله نمونده. درست است مادر جان. یوسف 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 تو کجاستی؟ یوسف تو کجاستی؟ یوسف پنار تو یوسف ها ندیدی؟ نه خیر من ندیدیم. ما از آشپزخانه هیچ بیرون نشدیم. مراد تو یوسف ها ندیدی؟ من خمیال آمدم. اونو در خانه نیستن؟ نه خیر کل جای دیدم نیست. توبه توبه از برای خدا اینا چه دقیقه دیر کردن. منور تو یک بار پیش باده برو ببین که چرا دیر کردن. یوسف نیست. چطور نیست؟ یعنی چی که نیست؟ نمیفهمم تمام خانه رو دیدم اما نیست. جونت کاسه صبرم و لبریز نساز و اصل عرب هموته که بیغم شویم. بگیر. چی میکنی؟ نه که میخوای مرم ده مشکل بندازی. اوهو محمد بیادر اول میگه اصل عربت باز وقت میتر مثل اشتکا میترسی. درست است بته. سفر خوش داشته باشی. زنده باشی. برای زنگ میزنم. باده جان موبایلش خاموش است. روح کرد مادر روح کرد. بیادر به نظرت در این حالت کجا رفته میتونه؟ به خدا ما هیچ نفهمیدم حسن. کسی هم ندیدیش که بیرون رفته باشه. پدر شاید بیارم خواسته که به قدم زدن بره. حداقل یک بار خبر ما خبر داده میتونست دخترم. یوسف خان موبایل خودت در خانه فراموش کرده. آی خدایا خدایا خودت برم صبر بده که یه مرا تحمل کنم. آی او بچه با این حالت خرابش کجا رفته میتونه؟ یلماز خان من میترسم کدام اتفاقی برش نفته. لطفاً کم آرام باش حمیده. این قسم کلگی را بر خطا نساز. اجازه بده که با صاحب آرام کمی فکر کنی. شاید به خانه تابستانی رفته باشه. آی قربان زبانت شوم دخترم این گپش در فکرم نامد. مراد زود باش برو موتر آماده کن. عجله کن مراد. حالا باده دخترم تو همراه مراد برو حالا. مادر جان شما خدا با زحمت نسازین من رفتم میبینم. زود برو. یلماز خان چرا نماندی که ما هم برم؟ چرا نمیفهمی حمیده؟ او خانمش است. میره و زود او را همراه خود میاره. به ازو فشار تو ده یک دقیقه 40 دفعه پایین بالا میره. چطور فشارم بالا و پایین نره ها؟ من چطور اینقدر غم تحمل کنم؟ میشه که برم بگویی کدام روز شده که در این قصر بزرگ ما خوشی باشه، آرامش باشه، حتی برای یک لحظه بدون تشویش باشیم. مادر شما دوایتان خوردین؟ خوردیم منور. اگه بخورم یا نخورم فایده نداره. حمیده جان حالا بالا بریم کم استراحت که. حالا جانم بخیز جانم. زود که جانم. آی به خدا ایش تحمل برم نمونده. بیا این اولادا یک روز مرا از بین میبرن. یک روز مرا خود کشتن. نخو. چی شده خانم؟ به خانه تابستانی نمیرین؟ یوسف اونجا نیست مطمئن هستم. پس اونا کجاستن؟ تو مستقیم برو من میفهمم کجا رفتن.
لطفاً شناسنامه تانو بتیم. در روز هوا بسیار گرم شده. در اینجا کدام ایسی وجود نداره، هوا زیاد گرم است. بفرمایید رفته میتونیم. پس تو شطور خود خوب محکم بسته کردی آقا جنید. دقار خدا شوی. ما بالا میریم تو استراحتگاه. اگه به چیزه ضرورت داشتی به من خبر بده، درست است ها؟ امام امرت میایم. با خدا که در اینجا طاقت کده نمیتونم یلماز خان. امکان نداره حمیده، نمیشه. بیزو صحتت از اولام هیچ خوب نبود. حالی که همه مشکلات پشت هم آمده، حداقل باید کم استراحت کنی جانم، درست است؟ یلماز خان چرا نمیفهمی؟ تا که بچیم پیدا نشه با ما استراحت کردن و خوابیدن کاملا حرام است. بیبی یک دقیقه چشم من ازش دور کردم، بچیم از خانه گم شد. حمیده جان، تو میخوای بچه تر جایی که رفت تو هم از پیشش بری؟ در ضمن او فعلا یک مرد متأهل است. اجازه بده که بعد از یک کمی خانمش ازش مراقبت کنه. به قسمی که دیگه خود خوبتر درک میکنن. با تشویشای تو هم تا حدی کم خود شد خانم حمیده. تو چی میخوایی بگویی یلماز خان؟ یعنی تمام تشویشای زندگیم بچیم است؟ منظور من این نبود حمیده. به هر صورت تا وقتی که بچیت به خانه میای باید استراحت کنی. طرف ما بیبی یلماز خان، همی که یوسف بچیم و بادا آمدن به من خبر میدی. در غیر از این صورت به خدا قسم که ازت بسیار خفه میشم. درست است. ای خدایا تو برم صبر بدی. چی روزایی را که نمیبینم. بفرمایین شما کی را کار دارین؟ پنار تو یک بار پیش توران برو دخترم. من از مهمان ما پذیرایی میکنم. درست از یلماز خان. تو در خانه ما چرا آمدی صبیحه؟ سر جنازه میخواستم امرایت گپ بزنم اما تو فرار کردی. چند روز میشه منتظر آمدنت هستم اما دیدم که تو نامدی. مجبور شدم که خودم بیایم. هیچ موضوعی وجود نداره که ما در موردش گپ بزنیم. چرا نمیفهمی؟ بیازو خودم به اندازه کافی مشکل دارم، حال نمیخوایم با تو درگیر شیم. اما مسئول این همه مشکلات ما تو هستی یلماز خان. صبیحه نه دفتن چی شد که میخوای توافق چند ساله ما را از بین ببری؟ مرگت دیدم یلماز. او حادثه مرا بسیار ترساند. اگه خدای ناخواسته تو را چیز میشد ما و بچیم در دنیا کاملا تنها میماندیم. او وقت دست ما هیچ کار ساخته نبود. در این مورد باید در وقتش فکر میکردی.
یعنی هنوز از این گپایت منصرف نشدی؟ حالا که تو نمیخوایی به بچه تخلص خدا بتی، بس باید این قصر به نام مکنی یلماس. اگر نه ای گپه به خانمت به اولادایت به همگی خواد گفتم، فهمیدی؟ بله جنید. هوا چطور است پدر؟ گفتی هوا؟ پدر شما تشویش نکنین، ما استانبول میم. در کدام شفاخانه هستین؟ خب ما خود استانبول نیستیم جنید. این گپه به تو کی گفت که هوا استانبول است؟ این قسم نگوین رمزی پدر لطفاً. از من خفه هستین، درست است، قبول دارم، اما ما هر کاری را که انجام دادیم به خاطر خوبی ما بوده. ما به خاطر حوادث ما به خون آلوده ساختم رمزی پدر. شما نمیفهمین که ما به خاطر که او را ببینم چی خطرهایی را متحمل شدیم. اجازه بتن که خود یک بار دیگه ببینم. بچیم تو چرا نمیخوایی بفهمی؟ این امکان نداره. قسم نگوین رمزی پدر. شما خود میفهمین ما هوا را بسیار زیاد دوست دارم. اگر اجازه هم باتم دیدهش نمیتونی، به خاطر که هوا را از دست دادیم. یعنی چی که از دست دادین پدر؟ کجا رفته؟ شما جدی هستین؟ یعنی تو واقعا از این چیز خبر نداری؟ هوا دخترم او عملیات تحمل کردن نتانست و از زندگی خود از دست داد. چی؟ شما چی میگین پدر؟ با خدا ما به نبودنش عادت نکردیم. به ما بسیار مشکل تمام بشه، اما همین حقیقت است بچه. تو دیگه از حد خود گذشتی سبیه. اگه بخوای با این کارایت ادامه بدی زندگی هر دوی ما تباه میشه. ما به خاطر دشمنی به دروازت نامدیم یلماس. به خاطر آینده بچه ما اینجا آمدیم، به خاطر بچه ما. برو سبیه برو، این قصرم فراموش کن. خانم چی شده؟ لطفا تحمل کنین خانم. خانم با خود بین خانم. موتر استاد کن. همینجا منتظر من باش.
با تو گفتم برام، گفتم فراموشت کنی. نمیفهمی اما کلش دروغ بود. اگر میفهمیده به قسم میشه هیچ وقت نمیگفتم. تو را در نیمه رها کردم. با این کار جانت گرفتم. تو از دست دادم. البته گفتنش خوب نیست. به تو هم سخت تمام میشه. مغزش ضربه دیده آقا رمزی. عملیاتش به خوبی سپری نشده. یعنی اگه حتی به خود بیایه بازم در تمام عمر را رفته نمیتونه، گپ زده نمیتونه. یعنی به مراقبت ضرورت داره. تمام عمرش در بستر سپری میشه. اگه دیگه طرف قضیه را ببینیم، خانم شریفه مریض است، اما تو نیست. خب خداوند برش شفا بده. از طرف دیگه توپ را بی از او طفل خدا از دست داده. با دیدن ای حالت هوا هر روز قلبش خود شکست. تنها کسی که مانعی اما بدبختی ها شده میتونه تو هستی آقا رمزی. از همین خاطر تو را اینجا خواستم. چرا واضح گپ نمیزنی؟ تو از من چی میخوای خانم حمیده؟ دخترت از اینجا ببر آقا رمزی. با یک جای دور ببر. یک جای ببر که هیچ نتونه دوباره در زندگی ما داخل شود. مصارف مراقبتشه، مصارف پرستارشه، مصارف دکترشه، تمامش خودم میپردازم. تو فقط یک کار کو آقا رمزی. بگو هوا دخترم از بین رفت. با مادرش، با خواهرش، با تمام کسایی که دوستش داره برشان بگو که مردن. این مناسب ترین کار به کل نیست. اگه ای قسم برشان نگویی او اشخاص هر روز با دیدن آواز بین نخواد رفتن. تو حق تعزیز دادی چطور؟ یک دقیقه صبر کو آقا رمزی. یک دقیقه صبر کو. گپایم هنوز خلاص نشده. یک بار درست فکر کو. در زندگی به تو یک فرصت است. حتی با فامیلت، با دخترت. از هوا چطور مراقبت خود کردی ها؟ کدام دکتر برش میاری؟ با کدام پرستار پول داده میتونی؟ با کدام پول برش دوا میخری؟ ای همه را انجام داده میتونی؟ خب گپ را که میخواستم برات بگویم همیست آقا رمزی. با تو به اندازه پول میتونم که بتونی زندگی تمام خانوادیت به کلی تغییر بدی. بسیار پول میتونم. یک قسم هم زندگی دخترت نجات میدی و هم آینده خانوادیت. بعد از این تمام عمر یک قسم یک فرصت به دست آورده نمیتونی. فرصت میده. تو فکر میکنی با پولت هر کسی که بخوای خریده میتونی؟ درست است، به خاطر که فقیر بودیم بعضا چشم ما و دروازه شما بوده، اما اینقدر هم پس نیست. ما جان دخترم در مقابل پول نمیفروشم.
میشه بگویی مرا چرا اینجا خواستی آقا رمزی؟ فکر کو قبول کردم و حاضر شدم این کار انجام بدم. اما چه تو امکان داره که تو یک دختر زنده را مرده ثابت بسازیم؟ با هوا را چه کسی مسیح خانه بیرون خواد کردیم؟ یک مرده از خود مراسم تکفین و تدفین داره. خب اگه مرا فریب دادیم اما خواهر و مادرش چی تو خیانت بدیم؟ ما در مورد همه چیز فکر کردیم. تو تشویش نکو آقا رمزی. وقتی که نصف شب شد یک امبولانس، یک دکتر و یک پرستار در دروازه پشت شفاخانه انتظار تو را خط کشیدن. هوا را به یک خانه که از اینجا دور باشه میبری. وقتی که صبح همگی از خواب بیدار شدن تخت هوا را خالی میبینن. دکتر سید به همگی خبر مرگ هوا را میده. جسد یک شخص ناشناخته را به عنوان جسد هوا به تو میدن. به خاطر تدفین جسد ساختگی هوا آمادگی را شروع میکنه. البته این گفت فراموش نکنی که توپراک و شریفه را به اندازه لازم از این موضوع دور نگاه کنی. در این مرحله کارت باید قسم انجام بدی که هیچ کس سرت شک نکنه. کار بعدی آسان است. یک مراسم دروغی جنازه انجام خواهد شد. یک قبر ساختگی را به نام هوا جور میکنیم و باز تمامی جریانات در همو قبر دفن ساخته اونجا را ترک خواهد کردیم. در مقابل این زحماتت من پولی را که برات وعده داده بودم تسلیم میکنم. در حالی که تو دخترت مثل گل نگاه میکنی. دیگه اعضای خانوادی تام در آرامش خواد بودن. توبه توبه. این دختر در کدام گور در آمد؟ چرا تال داد؟ بفرمایین خانم. جمیله باده را ندیدی دخترم؟ بیشتر بیرون رفتن خانم. خب معلوم نمیشدن. گفتم کجا میرین چیزی نگفتن. توبه کدیم خدایا. شما چه قسم انسان هستین؟ ها؟ دختر مثل دیوانه از خانه بیرون میشه اما یکی تو نام آمده برم خبر نمیتین. وقتی دیدم طرف شما باز فکر کردم خبر داریم. آی درست است. حالا بیرون شو. بهانه همیشه آماده است. با خدا ما حیران ماندیم که همراه اینا چی کنم. همگیشان عجیب و غریب شدن. تو هم جواب بده دیگه بلیاز خدا. کجا رفته باشه؟ خدایا تو به این دختر عقل بده که کدام کاری نکنه.
کاش که واقعا در اینجا دفن می بودی هوا. کاش که با واقعیت از بین می رفتی. اما نه خیر. با این گپ من فقط خود فریب میتم. مرگ تو را از خدا خواسته قبر خدا با دستایم کندم. به خاطر یوسف بسیار اشتباه کردم. بسیار تپیدم. بسیار دویدم. بسیار تلاش کردم. اما بیفایده بود. هیچ چیز تغییر نکرد. بله، تو قوی تر از من هستی. اما در این بین من فقط تحقیر شدم. بعد از آوردن یوسف باید یک راه حل داشته باشه. حتما داره. و من باید او راه پیدا کنم. یوسف از دست نمیتونم. من از او جدا شده نمیتونم. میمورم. بله. ببخشین خانم، باده که مزاحم میشم، اما وکیل یوسف خان منتظر شماست. گفتی وکیل؟ چرا؟ نمیفهمم خانم. یوسف خان گفتن که به شما خبر بدم. خودتان میفهمین. درست است. من میایم. چی شده یلماز خان جان؟ بالاخره چیزی را که انسان کشت میکنه امو را درو میکنه. حالیم نتیجهش در مقابل ماست. حال دیگه بسیار ناوقت شده. از این خانه آرامش فرار کرده. بچه ما را بیبی یک لحظه در خانه نمی باشه. عروس مام اعتماد به نفس خود کاملا از دست داده. ایام کافی نیست. باید مقابل مردم رسوا و شرمنده شوی. نمیگی که سببی این کار کی شده ها؟ کی شده؟ با وجودی همه شرمندگی ها اگه من در محفلشان میرم باز تو هم باید بیایی. به حیث پشتیوانه همراه میایی. مرا تنها نمیمانی. دیگه هیچ راهی نداری یلماز خان. هیچ راهی نداری. این گپ دیگه از کجا شد ها؟ من خو هیچ چیز نفهمیدم حمیده. چرا اینقدر اصرار به خاطر رفتن به عروسی میکنی ها؟ بان هر کاری که دلشان میخواه انجام بتن. ما چرا بالای سرشان باشیم؟ این موضوع هیچ چونو چرا نداره یلماز خان. همون خود شد که من گفتم. گپم شنیدی؟ چی شده؟ نه که وکیلت قضیه تو هوا را بسیار خوب پیش بینی میکنه خانم حمیده. صبح آمده بود با هم گپ میزدین. این موضوع به دعوا خو ربط نداره. هوا بی از او با آمدن به این قصر اشتباه کرد. دیگه هیچ راه نجاتش باقی نمونده. اما این موضوع فرق میکنه. کاملا فرق داره. یعنی چی که کاملا فرق داره؟ بگو که من بفهمم.
فقط همه قدر برات میگم یلماس خان. اگه ما به عروسی دختره که مراسم جنازهش آماده کرده بودم میرم، پس حتما دلیل بسیار مهمی داره. به خاطر که ما دشمن خود بهتر از هر کس دیگه میشناسم. از این خاطر همراه اولادایت گپ بزن، همچنان همراه بیادرت، همگیتون، تمام خانواده باید با طور مکمل اونجا جمع باشن. گپ فهمیدی؟ شما هم باید برین. تو عزت خدا ازی کده بیشتر چطور نگاه کده میتونی؟ بیبی کافیست. قصر من فشار نیار. در جایی که خان جغلوها باشه اگه بمرم هم نمیرم. مادر چرا این کارا میکنین؟ ببینین اونا خانواده یلماز هستن، میخواین از بچهشون حمایت کنن. چرا نمیفهمین؟ در عروسی پسری که سالها پنهانش کردن و دختری که مراسم جنازش آماده کردن میاین تا که فرض خود برشان ادا کنن. همونطور است؟ تو مرا احمق فکر کردی دختر؟ خدا میفهمه که باز چی در ذهنشان میگذره. مگپ آخر خدا گفتم دیگه چیزی نمیشنوم. مادر بیبی سرمایه قسم فشار نیار. از چی وقت که تو و خالد بین خود کارهای خود سرانه را انجام دادین ما هم چیزی نگفتیم، اما هر بار با یک اشتباه بزرگتر در مقابل میایی. دختر من چطور تو را ببخشم؟ نه که تو میخوایی بعد از مراسم عروسیتان رفته در او خانه زندگی کنی. همونطور است؟ توف رزیل، این کارم کردی همونطور نیست؟ من خویر از اول میفهمیدم. فکر تو هنوزم طرف او یوسف است. قسم میخورم. تو چرا زندگی تا به خطر مواجه ساختی؟ با تو چی بگویم خدایا؟ مادر این موضوع با یوسف ربطی نداره. باور کنین نداره. یلماس از اینکه بچه او خانواده است نه خبر شده. در او خانه او هم بدنازی یوسف حق داره. او هم میخواد در اونجا زندگی کنه. به افسانه نخوان دختر. من دیگه فریب تو را نمیخورم. حرفای دلت قبل از اینکه به زبان بیاری من خودم میفهمم که چی میخوای برام بگویی. دیگه تحمل ایره ندارم که بخوای سر خود کدام بلایی بیاری. چرا نمیفهمی؟ حالا که تو به خودت ارزش قائل نیستی مام از همیال تو را فراموش میکنم. بخس برو گم شو، از خانم بیرون شو. دیگه نمیخوایم روی تا ببینم دختر احمق. معلوم بود که همین قسم میشه. فکر میکنین که او را راضی ساخته میتونین؟ اگه یک بار زد کرد باز هر چی کنی فایده نداره. بهتر همی از که متوجه کار خود باشین. گرچه مربوط ما نمیشه اما شما حالی در قصر میباشین بچیم. ای گبا چی تو یاد ما رفته ها؟ خیاج نه تو هم یک چیز خوب بگو ها؟ اولاده همه قسم تصمیم گرفتن ما هم نو خبر شدم. هوا وضعیتش خراب شد. من میرم میبینم. ما هم بسیار فکر کردیم کاکا و تصمیم گرفتیم که در قصر باشیم. بالاخره او خانه ما هم هست. یک قسم مناسب تر خواد بود. خودتان بهتر میفهمین. اما انشالله که خوشی هایتان از بین نبرن. کاکا جان چرا باید تو یک کار کنن؟ ما خو کار نکردیم که حق کسی تلف شوه. برعکس اونا تا که تانستن حق ما ظلم کردن. زنده با داماد. من میگم بشکت است. خب با ما یک اتاق آماده میکنی نه؟ هرچی نباشه با جای پدرت هستم. خاله ای بار چندمتان است؟ ها؟ میخوایم برایتون نیارم اما نمیشه. چندین بار است که خدا به طرف نشان میتین. در مقابل آقا رشید کاملا تغییر میکنین. ما رو در یک لحظه میفروشین. چرا این کارا میکنین؟ چرا ما رو در بلا میتین؟ توبه تو برام نگفته بودی که من باید از عشق مشق دور باشم؟ نگفته بودی ها؟ ما خود دیگه امروز ملاقات نکردم. ما براتون همین قسم گفته بودم خاله. ها؟ ببینین میخواین خود در نظرش خوب بسازین. دروغ است؟ درست است. اگه دوستش دارین دوستش داشته باشین، اما هر قسمی که هستین همون قسم باشین. او هم باید شما رو به همین شکل قبول داشته باشه، به همین شکل دوست داشته باشه. چوب باش که آمد، چوب باش.
باده خانم، من شمس گونگور هستم، موظف وکالت طلاق یوسف خان. پس تو بفرمایید. شما لطفاً ادامه بدین. یوسف خان گفته بودن بعد از تولد طفل شما را طلاق میتن. در این مورد شاید برای شما چیز گفته باشن. ما هم قبل از اینکه حاملگیتان پیشرفت کنه خواستم بعضی شرایط براتان بگویم. نظر به این پرونده را آماده میکنم. درست است. ما همراه یوسف گپ میزنم، باز به شما خبر میدم. یوسف خان بیاز از این موضوع خبر داره، فقط باقی مانده که همراه شما حرف بزنم. سر من فشار نیارین آقا شمسی، لطفاً. من براتون خبر میدم. روزتان بخیر. محمد خان گفته بودین وقت باده خانم آمد برتان خبر بتام. پیشتر به دفتر خود آمدن. جلسه جان با وکیل صاحب خلاص شد. مقصدت کدام وکیل است؟ نمیفهمم. یوسف خان او را روان کرده. ای که چی خاطر او را نمیفهمم. درست، زنده باشی. سلام خوش آمدید. محمد در اتاقش است؟ در اتاق باده خانم هستن. اگر میخواین رفتن میتونید. حالا بیاین مادر جان. دختر ما دیجا منتظر باشیم. اول بانک برش خبر بدن. شرم است که قسم پیشو ناگهانی بریم، سرش بد نخوره. بانندگی هم مادر چرا شرم باشه؟ متعجب میسازمش دیگه. بیاین مادر جان، شما در اینجا بشینید. درست است دخترم. آی مادر جان، مفکورتان در مورد ایکه کالی بود. با زودی عروسی خود کردین دخترم. هر وقت که ببینی او کمری یک آسیده گردنت از هر جای عکس میگیری و هم شاید فکر کنه که تو آشپزی کده میتونی یا نه. باند که بفهمه تو از خانم‌های دیگه کده کم نیستی، هر کار هستی دخترم. خب اگه بگویم ایره شما پخته کردین چطور مادر جان؟ یعنی اگه دانه دانه برام نمیگفتین در زندگی پخته کردن نمیتونستم. اما بالاخره یاد میگیری. حداقل لیاقت آشپزی را خود وجود دیدی. پس درست است. ایره بده دخترم. یک بار خانواده داماده ببینم. ببینین مادر جان، ای پدرش است، ای کاکایش است، یا هم خانم کاکاش، یا هم دختر و بچهش است، یا هم خودش است دیگه. با خدا بسیار مقبول است. خانم کاکاشو مثل ملکه هاست ماشالله. محمد بلین چطور هستی؟ تو در اینجا چی میکنی عزیزم؟ ما یک مشتری ما در اینجاست. با ملاقات او آمده بود. چی تصادفه، ما به خاطر معاینات اینجا آمدیم. راست میگی؟
من یک مادری را دیدم که به خاطر طفلش تشویش میکرد. فکر کنم که طفلش کدام چیزی شده. همونطور نیست دکتر صاحب؟ بله، متاسفانه در طفل اولش تجربه بدی سپری کرد. فکر کنم صبح خانم کاکایت میگفت که طفل 2 ماه میشه، اما دکتر قسمی گپ زد که فکر کردم طفل نو رشد میکنه. برام گفت نمیفهمم طفل اول خود از دست داده یا چطور، چه قسم نمیفهمم. همراه بادام گپ زدن نتونستم، باید یک بار ازش بپرسم. بیلین جان، تو با کدام فکر رفتی دختره؟ بله، حال خود دیدی. بازم حق با جانب ثابت شدم. یوسف وقت دوا باز کرده باده و تو همین قسم خدا فریب بده. در ضمن فکر میکنه 5 ماه بعد طلاق میگیری، اما نمیفهمه که هنوز طفل 2 ماه هست. چوب باش محمد. دروغ است. اونا نمیخوره، آب نمینوشه، اما وقتی که هوا به قصر آمد پیش تو وکیل خود روان کرد. مطمئن هستم به خاطر موضوع عروسی قلب یوسف آتش گرفته باده. اگر نه تمام اینا تو یک تصادف بوده میتونه. گفتم چوب باش کافیست، ما هنوز طلاق نگرفتیم. یا که میخوای تا وقت طلاق یگان چاره پیدا کنی؟ دیوانگی نکو باده. تو همه قسم تنها میمونی و پروایت هم کسی نداره. حالا که یوسف هم میخواد طلاقت بده، پس قبل از تولد طفل طلاق بگی. به این زندگی طفلانه خاتمه بده. باز با هم از اینجا فرار میکنیم. طفل ما رو در یک جای دیگه تولد کو. بیلین؟ پس میخواین طفلتان گرفته فرار کنین ها؟ تو چی میگی جانم؟ گپایی را که میگم همیال شنیدم محمد. نمیفهمم که تو چی شنیدی. شاید اشتباه شنیده باشی. من اشتباه شنیدم همه ترست ها؟ یا هم اشتباس محمد؟ ایده سر میز تو چی میکرد؟ جواب بده. راست گفته بودی. امروز با ملاقات مشتری رفته بودی. اگه دختر دیگه ای را دوست داشتی پس چرا همراه من نامزد شدی محمد؟ چرا؟ به خاطر که فریبم بتی وعده های ناق عروسی را دادی، مرا امیدوار ساختی. چرا محمد؟ به خاطر که از تو خوشم میامد. باده را به این شکل فراموش کردن نتونستم. بسیار خواستم اما نشد. معذرت میخوایم. بیچاره هستی محمد. واقعا که حقیر هستی. او دختر تو را هیچ وقت دوست نخواد داشت و تو به اندازه کور هستی که دیدن نمیتونی. او عاشق شوهرش است، از تو استفاده میکنه. گپایشو باور نکو. پیلین اعلام کو محمد. خلاص شد، فهمیدی؟ کل چیز خلاص شد. مرا دیگه فراموش کو. همگی پریشان هستن. تمامشان از این قسم زندگی خسته شدن. این طوفان تا چه وقت ادامه خواهد داشت مادر؟ نمیبینی که ما چقدر کوشش میکنیم این وضعیت سخت تحمل کنیم ها؟ دیگه چی کده میتونیم؟ باده جون؟ سالگرد عروسی ما ده همین وقت هست.
فکر کنم وقت همراه وکیلت گپ زدی. چرا اینقدر عجله داری یوسف؟ هیچ عجله ندارم بادا. برات خود قبلا گفته بودم. تصمیمش داشتم باید انجام میدادم. این موضوع به هوا هم ربط نداره. بیازومام نمیگم که به او مربوط میشه. اگه متوجه باشی حتی نامشون پیشت نمیگیرم. عروسی ما یک عروسی بالای کاغذ نیست بادا. خودت رو میفهمی. برات نگفته بودم که بعد از تولد طفل ازم جدا میشیم؟ چند بار برات بگویم؟ من طلاق میگیرم و خانم هوا با خوشی عروسی خواد کرد. و اینا در مورد چی گپ زدن منور؟ ما چی بفهم مادر جان؟ منور یک بار برو بپرس. با خدا امروز ای دختر هیچ خوب معلوم نمیشه. وقت طرفش میبینم مظلوم طرفم سیل میکنه. نمیفهمم که چی را دیده و چی را شنیده. مادر جان اوضاع و دخترش خوب معلوم نمیشه. لطفا مرا پیش رو نکنین، خودتان برین. حالا وقت همی گپاس ها؟ بخیز هلا بخیز. کار را که برات گفتم بکو. چی شده باده؟ مرا راحت بان. خدایا تو خیری خانواده را پیش کن. یولماس، به نظر من جای نکاره باید در این قسمت بگیریم. یادت هست گفته بودیم یک جای باشه که کلگی ما را دیده بتانن. اینجا همو تو یک جای مناسب برای نکاح معلوم میشه. هرچند کار به قسم نمایشی، اما چی کنیم دیگه؟ به خاطر مادرم انجام میدیم. میز مهمان آرام اینجا آماده میکنیم. هم کلان است و همگی جای خود شدن اما تو نیست؟ خوب است. از صبح است که در قصر هیچ کسی چیز نمیگه، دانشان بسته شده. فکر کنم از خدمتگارا شنیدن که ما با مزرعه رفته بودیم. خوب استی هوا؟ خوب استم. پارسال همین وقت به یادم آمد. در این تاریخ ما و یوسف میخواستیم با هم ازدواج کنیم، اما او با یک کسی که هیچ دوستش نداشت و هیچ نمیشناختش عروسی کرد. ما در میدان ماندم. حالا باید او هم در این وضعیت قرار بگیره. به نظر من تشویش نکن. یعنی این یک عروسی واقعی نیست، اما این عروسی تا چقدر وقت سر زبان خود بود هوا. هر وقت که یاد شوه قلب ما و تو تسلی خواهد یافت. انشالله. تو لباس عروسی تا انتخاب کردی؟ هفته آینده عروسی ما، هنوز لباس انتخاب نکردی؟
چی هست؟ لباسی است که دیروز انتخاب کرده بودی. صبح زود رفتم خواستم شانسم امتحان کنم با کمک خداوند. یک جوره باقی مانده بود. اما یلماز چرا این کار کردی؟ چی ضرورت بود؟ وقتی در مورد عروسی گپ میزدیم دیدم که تو کم جگرخون بودی. خواستم خوش بسازمت. آله هیچ چیز مرا قدر خوش ساخته نمیتونه. خوشی های ما رفت و تمام شد. اما زنده باشی. از اینکه متوجهم هستی بسیار تشکر. تو یک دوست بسیار خوب هستی یلماز. خوش هستم که همراهیم هستی. ما در بیرون می باشم. درست است.
ماشاءالله هوا، نظر نشی بسیار مقبول شدی، بسیار مقبول. کلاگی رفتن اما تو نیست؟ همه دیشان حرکت کردن، گفتن که میریم از میمانا پذیرایی میکنیم. به نظر ما دروغ گفتن، فقط خواسته وقت لباس عروسیت بپوشی تو را نبینه زمین خاطر رفتن. پدر تو یلمازم در پایین منتظرت هستن که پایین شوی. ای طرف دختر. آی چقدر مقبول شدی، نظر نشی. خب دگرها چی رفتن یا نه؟ گفتن که آقا حسن هم میرن اما من ندیدمش. محمد خب بیزو بدل خود کار میکنه، او که بیایه یا نیایه کسی چیزی نمیگش. اما بم سر بادن فجار خود کرد. در خانه خود زندانی کردم، میگه کسی ناراحتم نساسه که میخوابم. اگه 100 سالم بخوابه بازم درد دلش آرام نمیشه. یوسف هم هیچ کسی ندیده که کجاست. بازم خدا در جای پنهان کرده. چون یک هفته میشه که شب و روز می نوشه. پس خانم حمیده قبول کرد که بیایم و تو رست؟ بیوزو به مشکل قبول کرده که میایه. اگه بر شختار نمیدادی بازو قبول نمیکرد که بره. اگه نه عروسیته با آتش میزد. ها آی خدای راستی یادم رفت دختر. چی یادتان رفت؟ توفه تاز یادم رفت. توفه چی خاله؟ توفه عروسیته میگم. خاله جان چرا زحمت کشیدین؟ چی ضرورت بود؟ این گپ امکان داره؟ برد میارم که بپوشی تا کسی تو رو نظر نکنه، فهمیدی؟ همیاله میارم دخترم، تو منتظر باش. کسی که موتر گلزده هیچ عقل نداشته. دم پلت موتر کسی پد میکنه، مردم از کجا بفهمن که موتر مدل چند از داماد؟ ها اینا چی شدن؟ باید منتظر باشی، داماد عروس از دیگه ناز کردمه. نه خیر، مقصد می نبود، هوا را نگفتم. یک خانواده بزرگ هستیم اما حولی را هیچ تزیین نکردیم. حال وقت کم مانده. اینجا را میخواستی تزیین کنی داماد؟ یک چند نفر با خاطرش خواستیم اما فکر کنم نه وقت خاطر رسیدن. وای وای چی یک آدم خوش ذوقی هستی داماد. صبر کو بچیم، میگن که در روزای خیر شهر کوچه ها میگردن، تو همراهی خدا نزن. هوا بیا از هوا خود تنها نیست، حالا اگه با هم درگیر شوین باز عروسیت برباد خواهد شد بچیم. تو خیره نمیخوای نه؟ خاله تو اینجا چی میکنی؟ چرا این کارا میکنی؟ من هیچ کاری نمی کنم. درد میکشی اما بازم این کار انجام میدی. بیشتر از این به هر دوی ما عذاب نده. این کارا نکن لطفا.
از اینجا میریم و یک جای دور که هیچ کسی ما را از هم جدا نتونه. وعده است. تو با من همیشه وعده دادی، اما هر بار مرا تنها ماندی یوسف. ما همیشه انتظار کشیدیم ولی تو نآمدی. درست است از اینجا میریم، اما تنها از اینجا نه، بلکه از پیش کسایی بریم که ما تو را در این وضعیت قرار دادن، میخوایم اونام درد بکشن. وقتی از اینجا میریم میخوایم مثل پرنده ها آزاد باشیم، زندگی خود از سر از نو شروع کنیم، اما میفهمم تو این کار کردن نمیتونی. چی شده دختر؟ من از اینجا ببر خاله جان. ببرین اگه نه حال خواد هفتید. بیا دختره. من میخواستم پیش شما بیایم. هوا خوب استی؟ چیز نیست بچیم، هر دیگه بریم. خاله کدام گپ شده؟ هیچ گپ نشده بچه. چی شده بگین؟ بعدن گپ میزنیم، درست است؟ نباید اجازه میداده مداخل بیایم. ای گپا را بان خانم طبیعی که بریم. حالا جانم حالا
باده تو چی میکنی ها؟ چی گپ است؟ تو را چی شده؟ بخیز بیا آرام باش. دخترها گفتن که خواب هستی. ما با تشویش شدم. این چه قسم خواب است ها؟ چرا گریه میکنی؟ تو را چی شده؟ باش که برات آب بیارم. تو دوا خوردی باده؟ ازت پرسیدم تو اینا را خوردی یا نه؟ ما به خاطر اون طفله که در بطنت هست از خانواده ایم، از همه چیز تیر شدم، میفهمی؟ تو به خاطر آرامش درد دل رو به خطر مواجه ساختی. به خاطر یک قدری طفله بفهمی بسیار منتظر ماندم، اما دیگه کافی است باده. صبر کردن نمیتونم، به این کار خاتمه میتونم. محمد دیوانگی نکن لطفاً. دیوانگی نکن خواهش میکنم محمد لطفاً. محمد صبر کن به نیاز خدا. محمد خدایا تو برام توان بده که منو چیزی نشه. خانم محترم ببخشین، دروازه باز بود، ما آمدم. صدا کردم اما کسی جواب نداد. ما از شرکت تزیینی آمدیم. در اینجا لوازم تزیینی و مشعل خواسته شده بود، اما کمی ناوقت کردیم. فکر کنم عروس خانم رفته. زیاد کوشش کردیم اما رسیده نتونستیم. ما را ببخشین، شما را ناراحت ساختیم. روزتان بخیر. یک دقیقه صبر کنین بیادر. از این مشعلا به محفل عروسی هم برده میتونین؟ در اونجا از خانم نفرای ما به اونجا از اینا بردن. نه خیر، ما میخوایم در محفل از اینا بسیار زیاد باشه بیادر جان. میخوایم عروس متعجب بسازم. بله محمد بدونی که به گپایم گوش کنی رفتی. هوش کنی کدام کار احمقانه انجام ندی. گوش کو. ما بسیار فکر کردم تو حق مجانب هستی. بیازوی عروسی بر من کدام مفهومی نداشت. ما نمیخوایم دیگه با یوسف باشم. تنها خواستیم ای است که طفلم با خوشی به دنیا بیاید. اگه تو هم بخوایی امشب از اینجا فرار میکنیم. تو جدی هستی باده؟ بله. در محفل عروسی همدیگه رو میبینیم. نه خیر ما پیشت به قصر میام باده. تو رو از اونجا میگیرم، باز هر جایی که خواستی میریم. نمیشه محمد. این قسمی توجه همگی را طرف خود جلب میکنیم. اول یک بار رفته خود نشان میدیم، باز فرار میکنیم. درست است، هر قسم که خودت خواسته باشی. باز ما پشت بیام؟ نه خیر، تو اونجا برو، ما میایم. درست است، ما را بسیار خوش ساختی باده.
من بسیار تعجب کردم خانم حمیده. اول خب فکر کردم که شاید در کارت اشتباه شده باشه، اما دیدم که نه، هیچ اشتباهی نیست. حالا این جوان با یلماز خان چه قرابت داره؟ در کارت دعوت نوشته شده که پدرش است، اما باور کردن نتونستیم. گفتین کارت دعوت؟ ببین ده اینجا نوشته است یلماز خان جوغلو یعنی پدرش میشه دیگه. با ما بتی دخترم. ببینین خانما، ما به شما یک گپ میگم. ایره خو میفهمین که شوهرم بسیار میربان است. همراه ای بچه از وقت کمک میکرد، ازش حمایت میکرد. ایام چشم سفیدی کرده، در کارت خانجی اغلو نوشته کرده. از میربانی سو استفاده کرده. امی گپ است دیگه. بگیرین کارتتان خانم. خانم نزاکت جان، از همگیتون معذرت میخوایم. ما میخوایم کم قدم بزنم، درست است؟ البته. ما میرم. تشکر بسیار زیاد. به همگیتون وقت خوش میخوایم. حالا دخترم بیا. نزدیک بود اعصاب خود از دست بتم. دلم میشه که این محفله در بتم. آی، این داستانه دیگه از کجا پیدا کردین مادر جان؟ پس چی میگفتم؟ ها؟ چی میگفتم؟ میخواستی اشتباهی پدرت میگفتم؟ خدا کنه که او هم همی گپاره گفته باشه. راستش دوستا هیچی گپار ازم نپرسید. سالهای پیش خواستم که برش یک کار خیر انجام بدم. ای بچم به خاطری که با ما زیاد احترام داره، متاسفانه ای بیاخلیره کده دیگه. دختر خدا من از نظر بد نگاهت کنه، چقدر مقبول شدی. زنده باشی خاله. هرچی میخوایم دربارش فکر نکنم چیز نگویم، اما هیچ راحت نیستم. نمیفهم که او برای چی گفته، چهرهت قدر تغییر کرده. فراموش کن دیگه یلماز، حالا خوب خواهد شد. خواهش میکنم آرام باش. چرا قدر زیاد دوام کرد خاله؟ بریم تا این موضوع هم خلاص شود دیگه. توبه توبه دختر، هوا خود تاریک نشده ها؟ ما را صدا میکنن، بازم اون وقت به جای نکا میریم. ما میران هستم، خدا کنه که همه چیز به خیر تیر شوه. انشالله هرچی خیر ما باشه همو تو میشه. خواستم که پنجره را باز کنم اما نشد. اینجا بسیار گرم است، به خدا. ما باز میکنم. نه این کار نکن بچه. حال عرق کردیم. اگه شمال باشه بازی دختر مریض خواهد شد. ما یک بار بیرون بررسی میکنم، زود پس میایم، باز میبینیم. حالا دیگه حواله بروی تا کشال نگی. در بیرون یک عالم میمان هستن، به خاطر ما آمدن. هر قسمی که میخواستیم اما تو شد. امروز هر دوی ما به مقصد خود میرسیم. مأمور صاحب بفرمایین. مراسم نکاح پیش از اینکه بسیار ناوقت شود پیش برده میشم تو نیست؟ انشالله یک ساعت بعد شروع میکنیم. امی که آمادگی ما تمام شد افراد ما حتما برتان خبر میتن خانم. درست زنده باشین. خواهش میکنم.
بله سلطان. هرچی که میشه شود. خانم سلطانه. آقا رشید چطور هستی؟ از زنده باشین خانم سلطانه. خوب هستم. شما خوب هستین انشالله؟ ما هم خوب هستم. میخواستم بر تو نگپ بگویم با فکر کنم ما میخواستیم با هم یک روز به غذا خودن بریم. که گرفتیم. باز یک مشکل پیش شد که رفتن حتی رسم اما تو نیست. میخواستم بگویم که میتونیم بعد از عروسی بریم. نظرتان چیست آقا رشید؟ یا که نمیخواین؟ نه خیر خانم سلطانه، او کار دیگه نمیشه. اککتان خلاص شد؟ وقتی گفتم این کار نمیشه ترسیدن، اما تو نیست؟ توبه خدایا آقا رشید به خاطر که اککم خلاص شد و این گپا گفته. خب بس درست است. هر وقت که شما بخواین با هم خواهد رفتیم. بعد از عروسی میریم. هر وقتی که شما خواسته باشین من حاضر و ناظر هستم خانم سلطانه. درست است. خب دیگه با امید دیدار. باز میبینیم. طاقت کردن نتونستی ها؟ میشه کمی دیگه نزدیک شوین؟ لطفاً کمی دیگه نزدیکتر. حالی طرف بیاین. شما او طرف ایستاد شوین. آماده؟ بفرمایید یک قطعه دیگه هم در این طرف میگیریم. برین کنارشان ایستاد شوین. لطفا نزدیکتر شوین. کمی دور بخورین. آقای الماس شما اینجا بشینین. عروس خانم ایستاد باشن. شما بفرمایین. حالی لطفا اینجا بشینین. باورم نمیشه. اینا چی وقتی کارتا را چاپ کردن که ما ندیدیم؟ ها؟ درست است که چاپ کردن. باز چی وقت به مردم تقسیم کردن؟ بی از او این مردم منتظر بهانه به خاطر غیبت کردن هستن. خوش آمدن که مردم ما دعوت کردن. آی ما به خدا خود مردم. این ماشاءالله چقدر هستن مادر. آی کلش اسراف ناقص دختره.
باده جان تو آمدی یک دانیم؟ نخواستم شما رو تنابانم مادر. یگانه دختر مام تو هستی جان مادر. خوب شد که آمدی. سرم بسیار درد میکنه میفهمی؟ کم از دیوانه شوم. اما برم یک بار دست روی ما بشویم. منور جان بادر تنها نمان درست است؟ زنده باشی که آمدی. کجا میری؟ کاری را که گفتم انجام دادین؟ البته خانم خودتون ببینین ده همه جای نصب کردیم هیچ جایی به مشعل باقی نمانده قسمی که گفته بودین. بسیار تشکر. مرا بسیار خوش ساختی بودم. دویده پیش آمدم. پس آماده هستیم. یعنی با یک زندگی جدید. همی که سالن کمی پر شد باز من برات خبر میدم. حالا همینجا منتظرم باش. من پس میایم. من زیاد منتظر نمون. انسان به خاطر عشق خود هر کار میکنه نه؟ بله هر کار کدام میتونه. دخترم میفهمم که تعجب کردین اما امروز همراه مادرم از اینجا میرم. خواستم قبل از رفتن شما رو ببینم. خب اما چرا دخترم؟ ما همراه محمد گپ زدیم. فکر کنم که مادرت کمی مریض بود دخترم. وقت خوب شد باز او وقت میتونستین برین. ای گپ راست است که مادرم مریض است خانم حمیده و سببش فقط محمد است. محمد عاشق بود است خانم. نه نه میفهمین من از بسیار گپا خبر دارم خانم حمیده.
عروستان باده. طفل یوسف وقت از دست داده. حال در بطن خود طفل محمد پرورش میده. اگه به گوشای خودم نمیشنیدم باور نمیکردم. ضرور نیست مادر، حال گپ نزنن. اگه دوباره برام چیزی گفت من براتون خبر بدم، باز اون وقت برین همراهش گپ بزنین. درست است؟ اما مام نمیخوایم شامل ای گناه بزرگشان شوم. جدی میگم. نه خیر، تو شده نمیتونه. نه خیر. نه خیر. نه خیر. این امکان نداره. نه خیر. نه خیر. مهمانان نهایت گرامی، امروز به خاطر به سر نمودن پیوند دو جوان پرسعادت گرد هم جمع شدیم.
در حضور شما و شاهدین محترم میخوایم از اینا بپرسم که آماده هستند با هم ازدواج کنن؟ شما خانم هوا کاراگل، آیا الماس خانجیغلو را به عنوان همسرتان قبول دارین؟
از آتش سوزی بیرون شدن نتونست 70 درصد وجودش سوخته، مجرای تنفسیشان آسیبی جدی دیده. شانس زنده ماندنشان بسیار کم است. ساجد و استاد عارف خبر بتین تا بیاین. او مادرم بود. سوختگیش بسیار امید بود. مراد گفتم او مادرم بود. نمیفهمم. اون شخص من یکی از اعضای خانواده ما بودن. دیگران کجا هستن؟ مگشتن نمیتونم. آره چطور هستی پنر؟ هیچ خوب نیستم. پایم درد میکنه. تو از خانه ما هیچ کسی ندیدی؟ خدای من اونا کجا شدن؟ برو تو یک دفعه هیچ ندیدیمشان. شما صبر کنین من میبینم. گم شدن. تو خوب هستی بیادر؟ من خوب هستم. برو یوسفا پیدا کن. حتما از ما که پیش بیرون شده بیادر جان. ندیدی که بیچاره کل جانش آتش گرفته بود. انشالله که چیزی نشده باشه. خدا نکنه بیادر جان. دانتا به خیر باز کن. دخترم. پدر خدا رو شکر که خوب هستی دختر جانم. من خوب هستم اما چی دخترم؟ پدر مادر و بیادران داخل هستن، بسشان بسیار خراب است. هوا دختره کجاستی جان مادرم؟ هوایم کجاست؟ آرام با شریف خانم کمی متوجه خود باشه. سرفگل خدا خسته تو جو باش. اگه هوای مرا چیزی شوه اما از بین خود رفتم دیگه زندگی کردن نمیتونم. پیدا میکنیم دختر خدا حتما پیدا میکنیم. پدر لطفا شماره چی شده؟ لطفا متوجه خود باشه. دخترم کجاست؟ آرام باشین خانم محترم لطفا. بریم بگو دکتر صاحب دخترم کجاست؟ وضعیتش خانم حال محترم چطور اول است؟ بگوین که دختر شما کی است. اگه نه قسم امرایتان همکاری کردن نمیتونه. دخترم هوا کاراگل. نام دختر ما هواست. به نظرم کسایی که آتش سوزی سوختن اینجا آوردن. درست است. خانم پرستار پرونده مریض آتش سوزی را بررسی کرده. وضعیت هوا کاراگل به خانواده‌اش گزارش فعلا تحت بدید. نظارت آقا مصطفی است. در اتاق عاجل قرار دارم. شفا باشد. قربانت شوم. اونجا کجاست؟ مرا شما ببرین. اونجا خواهش نمیتونید. میکنم. فعلا دکترها متوجه دخترتان هستند. چند دقیقه بعد دکتر براتون عذر میکنم. مرا پیش دخترم ببرین. مرا پیش دخترم ببرین. خانم آرام باش. بیشی